2 تا رفیق بودن که یکیشون خیلی حسود بوده. یه روز پادشاه اینا رو میخواد و بهشون میگه هر خواسته‌ای که دارین بگین تا من براتون انجام بدم. حسوده میگه من اول خواستمو بگم. پادشاه میگه باشه، هر کاری بگی من برات میکنم، ولی یه شرطی داره. 2 برابرشو برای رفیقت انجام میدم. حسوده یه خورده فکر میکنه و میگه یکی از چشای من از کاسه در بیار. که شاه چشای رفیقشو 2 تاشو در بیاره. حسود حاضر خودشو نابود کنه که تو نابودتر بشی. اینجاست که میگن هر جا رقیب دیدی رقابت کن، هر جا دشمن دیدی مبارزه کن، ولی هر جا حسود دیدی فرار کن. چون حسود اون چیزی که تو داری رو نمیخواد، اون فقط میخواد تو نداشته باشی. این خصلت حسوده. حسود فقط باید بمیره تا دردش خوب بشه، وگرنه چاره ای نداره. میگه نمک خوردن، نمکدان را رو بودن.